یه چیز عجیب براتون بگم از کارکنان زن تخت جمشید در دوران هخامنشیان. توی این کتاب که اسمش هست از زبان داریوش، نوشته پروفسور هایدماری کوخ، ایرانشناس آلمانی، نکات زیادی راجع به تخت جمشید و حکومت هخامنشیان میخونیم. ولی جالب ترین چیزی که من دیدم تصویری بسیار عجیب هست که از زنهای زمان هخامنشی ترسیم میکنه. توی یک سری کتیبه گلی که از خزانه تخت جمشید پیدا شده، اطلاعات بسیار زیادی از نحوه حقوق گرفتن مردم و نحوه زندگیشون میبینیم. مثلا توی این الواح گلی نوشته که هر کارگر چقدر و به چه شکل حقوق میگرفته و چقدر مرخصی داشته. بریم به یک کتیبه خاص برسیم. کتیبه‌ای که داخلش اسم یک کارگر مرد به اسم زیولپیرا اومده که با همسرش توی تخت جمشید کار میکردند. توی این کتیبه راجع به همسر زیولپیرا نوشته تک دودوم یا تاک دودوم، یعنی به فردی کوچک زندگی بخشیده و به زبان خودمون یعنی تازه بچه زاییده. در نتیجه توی این کتیبه نوشته که همسر زیولپیرا مدتی رو به مرخصی بعد از زایمان رفته، اونم مرخصی با حقوق. یعنی توی تخت جمشید ما مرخصی زایمان داشتیم. و بذارید یه نکته جالبتر براتون بگم. توی یک کتیبه دیگه باز اسم این زن و شوهر رو میبینیم که نوشته زن زیولپیرا از مرخصی زایمانش برگشته و بچهش رو به مهد کودک تخت جمشید داده و دایه های مهد کودک دارن از کودکش نگهداری میکنند. تصورش رو بکنید، برای بچه های کارگرا توی تخت جمشید مهد کودک زده بودند که زن و مرد بدون نگرانی به کارشون برسن. تازه توی کتیبه های دیگه هم از حقوق دایه های مهد کودک یا همون پرستارهای بچه مطالبی رو میخونیم. ببینید چقدر حکومت زمان هخامنشی از نظر فرهنگ و تمدن و حقوق بشر پیشرفته بوده، چیزی که خود هایدماری کوخ میگه هنوز توی اروپا قفله.